Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри барномаи тиловати ахборо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان رهبریت دستگاه اجرایی پرزیدنت و دیگر ساختارهای دولتی جلسه کاری دایر نمودند. در شهر کلاب با زیاده از 200 نفر تربیتگیرندگان مکتب اینترنت و شخصان دارای امکاناتشان محدود کمک نوبتی رسانیده شد. بهسازی وضع خدمت رسانی طبی در مد نظر در جامعه دیهاتی اسماعیل حمزه علی فی ناحیه بوجان غفار و کنگوی سلامتی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بر رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی برقیه اظهار تسلی ارسال نمودند که در آن از جمله آمده است. جلالت مآب خبری به هلاکت رسیدن و جراحت برداشتن تعداد زیادی مردم آسایشته با شمول دختران نورس در نتیجه حمله مدهش و رذیلانه تروریستان در قسم غربی کابل باعث اندوه عمیق و نفرت بی اندازه ما گردید. چنین عمل خشونت‌آمیز ظالمانه و مرگبار که نیروهای اهریمن در روزهای آخر ماه شریف رمضان به آن دست زدند نابخشیدنی است. ما همه گونه ظهورات تروریسم و افراطگرایی را قطعاً محکوم نموده باز هم ضرورت به تأخیر تقویت مبارزه به امان را با این خطرهای گلوبالی دوران معاصر تأکید می‌نماییم. در این روزهای ماتمبار تسلیات و همدردی صمیمی خود و مردم تاجیکستان را به نزدیکان و پیوندان قربان شدگان همچنین به تمام مردم برادر افغانستان اظهار نموده از خداوند متعال شفای کامل همه آسیب دیدگان را مسئلت دارم. امروز در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان رهبریت دستگاه اجرایی پرزیدنت و دیگر ساختارهای دولتی جلسه کاری دایر نمودند. سرور دولت با راهبران وزارت و اداره‌های جمهوریوی و مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر به جریان تدبیرهای آمادگی به 30 سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان سری وقت مورد استفاده قرار دادن انشاءات خرد و بزرگ جشنی تطبیق عملی برنامه‌های دولتی رشد ساحه‌های مهم خواجگی خلق مملکت سرعت بخشی جمع‌آوری حاصل صحرا خریداری و صادرات محصولات کشاورزی جنبست موفقانه فعالیت اقتصادی و اجتماعی در 4 ماه سال 2021 دستور سپارش‌های مشخص دادند. راهبریان وزارت و اداره‌های دخلدار موظف گردیدند که با استفاده از آب و هوای مساعد معرکه کشت و کار بهاری را هرچی زودتر به انجام رسانیده جهت سری وقت دسترس نمودن نوری‌های مینرالی تکنیکا و ماشینالات کشاورزی به کار درآوردن زمین‌های بیکار خوابیده با آمادگی کامل به دوره تیرماه و زمستان در پیش ایستاده از همه امکانیت‌های موجوده ثمرناک استفاده نموید. سرور دولت همزمان با راهبران ساختارهای قدرتی و مدافعه کشور وابسته به افزای کنونی سرحدات تاجیکستان و افغانستان اندیشیدن تدبیرهای امنیتی و تقویت حفظ مرزهای کشور مبارزه با جنایتکاری بخصوص جنایت‌های علاقمند با اکستریمیسم و تروریسم و معاملات غیرقانونی مواد مخدر سپارش‌های قطعی دادند. حکومت جمهوری تاجیکستان وضع اجتماعی طبقه‌های آسیب‌پذیر جامعه را همیشه در مرکز دقت خود قرار داده وابسته بر رشد اجتماعی و اقتصادی کشور برای بهتر نمودن شرایط آنها پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. در شهر کلاب با 150 نفر تربیتگیرنده مکتب اینترنت یاری رسانی رقم 1 و 61 نفر کودکان و شخصان دارای امکانیتشان محدود تحفه‌های پیشوای ملت از طرف نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده شد. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان.
در مکتب اینترنتی رسانی رقم یک شهر کولاب 150 نفر کودکان از اویله‌های نیازمند و یتیمان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برای تعلیم، هنرآموزی و بود و باش تربیت گیرندگان در این مؤسسه اجتماعی تمام شرایط لازمه فراهم گردیده است. توجه پیشوای ملت با مؤسسه‌های بود و باش به نهایت زیاد میباشد. شرایط تربیت گیرندگان سال تا سال بهتر و خوبتر شده ایستاده است. تامینات با سر لباس، با مواد خوراکه، با اشیاهای جای خواب، خلاصه همه شرایط‌های ما با طلبات روز پرره جوابگو میباشند. در اساس تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان و شخصا توجه اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به بهداشت وضع مادی و اجتماعی مکتب اینترنت ها و غمخواری و دستگیری تربیت گیرندگان چنین مؤسسه‌های اجتماعی مکتب اینترنتی رسانه رقم یک شهر کولاب در سالهای صاحب استقلالی پر از تعمیر اساسی برآورده و با شرایط ضروری جوزانیده شده است. در دایره چنین توجه همیشگی دولت و حکومت از سال 2014 این جانب سرپرستی مکتب اینترنت مذکور شرکت سهامی هلدینگی کشاده برق تاجیک برداشت داشته. در این دوره در برابر کمک‌ها در عرفه هر یک دو جشن‌های ملی طبق درخواست رهبریت مؤسسه برای بهتر نمودن شرایط کار تعلیم و تربیت نیز تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. در اساس درخواست دیرکتور مکتب اینترنت انا تالار ورزشی مؤسسه رو پورگی از تعمیر برآوردیم. این چنین راهروهای اساسی حدود مؤسسه رو نیست تعمیر نموده. در برابر تالار ورزشی بینای آشخانه و میدانچه ورزشی نزد مؤسسه نیز از تعمیر جاری برآورده شده. از طرف جمعیت سهامی شده شبکه‌های تقسیماتی برق کولاب باشد خطای تامینات برق و پایه‌های فرسوده آن با ستون پایه‌های آهن و بتونی نو عوض کرده شدند. بعد شناسایی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان از شرایط مؤسسه تاکید شد که در مکتب اینترنت کارهای نوسازی ادامه یافته. در این زمینه شرایط مادی و اجتماعی بازم بهتر کرده می‌شود. بخشیده به فرارسی عید سعید فطر چون آنانه به 150 نفر تربیت گیرندگان مکتب اینترنتی و رسانه رقم یک شهر کولاب در برابر مواد خوراکه و اورستان خان توفای اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عبارت از مجموعه سر و لباس یگانه مکتبی از طرف نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده شد. ما تربیت گیرندگان مکتب اینترنت نداری خود با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم. باعث خوشنودی است که امروز توجه و دستگیری پیوسته دولت و حکومت بخصوص اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به یتیمان و بی‌پرستاران از دست می‌باشد با مقصد تامین شرایط زندگی ارزنده و صاحب علم و صاحب معرفت گردیدن ما تربیت گیرندگان تمام شرایط معاصر فراهم آورده شده است. طور تاکید شد حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته نسبت به شرایط تعلیم و زیست تربیت گیرندگان در چنین مؤسسه‌های اجتماعی غمخواری ظاهر می‌نماید. در ادامه از این توجه و سیاست انسان دوستانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این روز در برابر تربیت گیرندگان مکتب اینترنتی و رسانه رقم یک شهر کولاب همزمان با 61 نفر کودکان و شخصان دارای امکاناتشان محدود شهر کولاب با تشبث به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عربچه‌های معیوبی تقدیم کرده شد و نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند که من بعد نیز چنین اقدام راه اندازی گردیده برای توانبخشی و حفظ سالمی شخصان دارای امکاناتشان محدود تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. ادامه اخبار. شش مقام موسیقی اجدادی ملت تمدن‌آفر و فرهنگ دوستدار تاجیک بوده چون میراث گرانبها تاریخ طولانی دارد و در بین مردم معروف است. با تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شش مقام از جانب سازمان بین المللی یونسکو به فهرست شاهکاری‌های شفاهی و غیرمادی میراث جهانی همراه کرده شد که باعث معرفی فرهنگ تاجیک در سطح جهانی گردید. گزارشی بابا کلان امیرزاده. ژانر شش مقام تاریخ طولانی داشته در دوره‌های گوناگون این نوع موسیقی تکمیل یافته جلوی تازه به خود کسب نموده است. برای معرفی و احیای صنعت شش مقام از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان نیز پیوسته تدبیرهای ضروری راه اندازی می‌گردند. تشکیل شدن انسامبل شش مقام که بعد صاحب استقلالی در مملکت راه اندازی گردیدند طلبات جامعه را به این موسیقی سنتی قانع نمود و همزمان با گسترش آن زمینه گذاشت. با شرافت استقلال دولتی عنعنه و سنت‌های ملی خود را از نو احیا نموده در این برابر
این موسیقی اجدادی نیز بیشتر رشد نموده آن همچون موسیقی کسبی تاجیک به عالمیان معرفی گردید. با تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شش مقام از جانب بخش فرهنگی سازمان بین المللی یونسکو به فهرست میراث غیرمادی جهانی همراه کرده شد که از تاریخ طولانی داشتن این صنعت والای خلق تاجیک شهادت می‌دهد. فرقیت موسیقی سنتی یعنی شش مقام کلاسیکی از دیگر ژانرهای موسیقی یعنی روک و جاز و استرادا و فولکلور یعنی در آن است که یک این موسیقی است که موسیقی عارفانه است، یک موسیقی خیلی بلندپایه است. انسمبل شش مقام دولتی گرفت هم رشد یافت، هم از جهت علم، هم از جهت سرانده ها، هم از جهت مطربان علاقه خیلی یک دیگرگونی رو حس کرده می شود. اگر شما کمی اهمیت داده باشید نسبتا به 20 سال 25 سال پیش حاضر علاقه طرز خوانش، طرز اجرایش با کلی فرق میکنند. این است که امروز با صف استادان پرتجربه این ژانر کلاسیکی جوانان زیادی صاحب استعداد وارد شده ذوقی بلند نشان میدهند و با این ثابت مینمایند که منبع نیز این صنعت والای نیاگان شرفمند ما رشد و تکامل خواهد یافت. ذوق و دید جوانان و نورسا امروز با ژانر شش مقام خیلی بلند است و خیلی جوانانی که امروز مثال رو با این ژانر میآورند یک چیگم خیلی کنجکاو هستند، خیلی ذکی هستند، خیلی زیرک هستند. امروزها در تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان انسامبل شش مقام فعالیت میکند که آنها این نمود موسیقی ملی را با نازکی هنر شش مقام سرایی نگاه داشته در معرفی آن نیز سهمی به اندازه دارند. همه سال 12 می در تاجیکستان روز شش مقام تجلیل کرده می شود و در این روز برنامه رنگین هنری تهیه گردیده منظور هواداران این صنعت والا کرده می شود. باباکان امیرزاده، عبیدالله سیولی، اخبار. дар ноҳияи шаҳристони вилояти суғ китобхонаҳои марказӣ бачагона ва 9 бахши он дар деҳот бо амалӣ намудани тадбирҳои тарғиботӣ шумораи аъзои худро давра ба давра зиёд мегардонанд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар самти ҷалби ҷавонон ба китобхонӣ нақши назаррасе гузошт. мазбут бобозода аз ноҳияи шаҳристон гузориш медиҳад. дар ноҳияи шаҳристони вилояти суғ тарғиби китобу китобхонӣ توسط کتابخانه‌های متمرکزانه ناحیه‌ای بچگانه و 9 بخش در دهات عمل کننده راه اندازی کرده می شود. مدیر و کارمندان کتابخانه‌ها همه روزه با اون می‌کوشند که سیاست اجتماعی رهبریت عالی مملکت را همه جانبه تشویق کرده در نهاد ساکنان و خوانندگان شوق کتابخوانی و کتاب دوستی را قوی‌تر گردانند. امروز در کتابخانه‌های عمومی ناحیه 53173 عدد کتاب‌های بدیهی سیاسی عمومی و بچگانه و صحافی تکنیکی موجود بوده. از آن فعلا 7100 نفر اعضای کتابخانه استفاده میبرند که نسبت همین دوره سال گذشته 2090 نفر زیاد شمرده می شود. افزودن صفی کتابخانان و اعضای کتابخانه را شوق و هوس شرکت در آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانای کتاب است و علم فروغ معرفت که همه ساله دایر کرده می شوند بیدار نموده است. هدف راهبری دولت از این تشبث‌ها بلند برداشتن سطح و سواد و معرفت‌ناکی مردم و دیگر نوبت اول نورسان و جوانان تقویت حس ملی وطندوستی و وطنپرستی ارزش‌گذاری و آموختن زبان تاریخ فرهنگی باستانی تاجیکستان توسط دایره دانش و جهانبینی علمی و تکنیکی و رشد علم‌های دقیق و طبیعی در کشور می باشد. مسئولین و کارمندان کتابخانه متمرکزانیده بچگانه و بخش‌های در دهات عمل کننده از آن شاد و مسرورند که مشتریان کسب و کار گوناگون و محصلین دبیرستان‌ها همه روزه از پگاهی بر وقت آذین کتابخانه‌ها گردیده ساعت‌های فارغ از کار و درس آموزی وقتی پرقیمت را با مطالعه کتاب دوست داشته می‌گذرانند. از خودسالی اعضای کتابخانه مرکزی ناحیه میباشم. من یاد دارم که امسال در آزمون فروغ صبحی دانایی از روی نامیناسی خواندن و زیاد کردن اشعار ادیبان کلاسیک تاجیک اشتراک کنم.
хурсандибахш аст ки туфайли китоби зиёд мутолиа намудани аъзои китобхона сафи ширкаткунандагони озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи шаҳристони наздикӯҳӣ давра ба давра зиёд мегардад. севинч файзӣ ва аз умраи аъзои фаъоли китобхонаи мутамарказонда шуморда мешавад ки мунтазам дар ин озмун қуввасанҷӣ мекунад. ман аз овони кӯдакӣ ба китобхонаи марказии ноҳияи шаҳристон ба китобхонаи мактаби назди интернетии ноҳияи шаҳристон ва китобхонаи мактаб аъзо будам. аз ҷумла ғолиби иштирокчии озмуни камолхонӣ мебошам. иштирокчии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст. иштирокчии озмуни китобхони беҳтарин, озмуни лоиқхонӣ ва озмуни турсунзодахонӣ мебошам. ман ҳамагӣ аз шоирони адабиёти муосири тоҷик ва классики тоҷик 1020 адад шеър ҳифз намудам. мавриди таъкид аст ки масъулин бо мақсади зиёд гардондани сафи аъзои китобхонаи мутамарказонида бачагона ва бахшҳои дар деҳоти дурдаст ҷой дошта мунтазам маҳфилҳои фарҳангӣ доир месозанд. Мазбут Бобозода аз ноҳияи шаҳристон барои барномаи ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи байналмилалии дзюдо гранд слам дар пойтахти Татаристони Федератсияи Россия шаҳри Қазон иштирок карданд. ҳамакнун варзишгарони тоҷик дар чемпионати ҷаҳон оид ба дзюдо ки аз 6 то 13 июн дар шаҳри Будапешти Маҷористон доир мегардад иштирок хоҳад кард. тамошобинони арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонобод бошед.